مگه به انتهای خلقت یک ذره بشر رسیده تا الان؟ یه زمانی گفتن آقا رسیدیم به مولکول تمام، بعد گفتن نه، اتم آخرین مرحله ماده است، بعد هر کدوم از الکترون، نوترون و پروتون ماجراها داره و الان رسیدن به ریزتر و ریزتر و ریزتر. آیا این تقسیم بندی زمانی میرسه که تمام بشه؟ هرگز. یعنی از این طرف ما با بی‌نهایت روبرو هستیم در یک دانه و ذره، از اون طرف هم با بی‌نهایت هستیم در آسمان. چقدر رفیعه این آسمان. به رفعت آسمان نگاه بکنیم. عادت کردیم همینجور نگاه بکنیم. ما به این آسمان بیکران با میلیاردها ستاره و کهکشان انسان نگاه بکن. عظمت خدا، قدرت خدا، تدبیر خدا. و الجبال کیف نصبت. ببینید کوه‌ها رو چجوری براتون نصب کردیم، روی زمین نصب کردیم براتون با خواص و آثار کوه‌ها. هیچ چیز عادی وجود نداره. علم تره ان الله خلق السماوات والارض. نمی‌بینی که خداوند آسمان‌ها و زمین رو به حق خلق کرده؟ اگه بخواد شما رو میبره چرا راحت یه خلق جدید میارم. اینقدر برای من راحته. ان ذالک علی الله یسیر. برای خدا خیلی کار آسونیه. میدونی میخواد چی بگه؟ میخواد بگه حقانیت عالم به وجود انسانه و وجود انسان هست که این همه خلقت رو توجیه میکنه. این سیستم، این خلقت بی نهایت خلیفه میخواد. ارزش انسان رو کنید دیگه. همه این آسمان و زمین و خلقت بر حقش به خاطر شماست. ما با کی طرفیم؟ ما کی رو عابدیم؟ کی معشوق ما شده؟ کی افتخار داده به ما که ما رو برای خودش به وجود آورده؟ قدر میدونیم؟ قدر میشناسیم؟ کی به ما ابراز محبت کرده اولین بار؟ او به ما ابراز محبت کرده بدونه که ما نیاز داشته باشیم. کی ما رو بیشتر از خودمون میشناسه و بیشتر از خودمون دوستمون داره؟ زیبایی های گل های اطراف رو نگاه بکنید. میخواد دلبری کنه. ان فی ذالک لآیة لقوم یتفکرون. در این برای قومی که تفکر میکنن آیه هست. گر نه کارت دلبری و غارت و یغماستی، پس چرا انسان جمال خویشتن آراستی. این همه آرایش کرده خدا، میلیون ها چهره آرایش کرده خدا، نشون میده برای دلبری، برای غارت دل، برای که تو بفهمی لا اله الا الله. اگه قرار کسی هم دلبری کنه او دلبری میکنه. بعد فرمود چی؟ لا تدعو مع الله الها آخر لا اله الا هو. با خدا دنبال معشوق و محبوب دیگری نباشید، چون هیچ کس نمیتونه دل شما رو آروم کنه.